توجه میکنیم به رقابت و میدانداری پهلوان ناماشنای کشور ابوبکر اکوبیر، آنه که با جداگی کبود همکنون با یک نیروی قوی روی گله می آید. با نماینده دانیا دوستان عزیز همکنون روی گله می آید متسن ماتیاس. خوب میبینیم که پهلوان ما مقابل جداکاری دانیاگی متسن ماتیاس چی هنر و چی کسبیت خود رو نشان میدهد. این علاقه دور دوم است که پهلوان ما چون در دور اول آزاد بود شاید یک نفس تازه دارد. از همین خاطر باید هرچی خوبتر، هرچی چالاکتر، هرچی جدیتر تلاش کند ابوبکر تا مقابل این حریفش پیروزی به دست بیارد. زیرا حریفش در دور اول رقابت کرده بود. با نماینده بلغارستان پیروزی به دست آورده بود بوریس گیورگیف. ابوبکر اکوبیر دوستان عزیز در قهرمانی کشور اوید به جودو مقام سوم را اشغال کرده بود. او در دور نیمه نهایی از منصور رحمان شکست خورده بود و مقام سوم را اشغال کرد. و ابوبکر اکوبیر به خاطر کمفعالی همکنون داور شیدا میدهد و میسازد که او هرچی خوبتر برآمد کند. در وزن تا 100 کیلوگرم واقعا دوستان عزیز ما بسیاری وقت یک پهلوان رو میدیدیم و اینجا شیدا با ابوبکر اکوبیر سعید سعیدو بیشتر برآمد میکرد سالیان زیاد و یک مدت در چند مسابقه پهلوانان ما بدون وزن 100 کیلوگرم شرکت کردند و اکنون ابوبکر اکوبیر میتواند که در این وزن موقع استوار پیدا کند و در چنین مسابقه های سطحی با نفوذ تواند که کشور ما رو نمایندگی کند. و البته انا همین گونه پرتافا برای ما لازم بود دوستان عزیز. وزری با ابوبکر اکوبیر و او باید نگذارد که حریف او را در زمین نگاه بدارد و اصول یا همان عملکرد اسایکامی را به انجام رساند. واقعا انا همین گونه سرحرکتی، انا همین گونه پرتافا برای ما لازم است تا پیروزی به دست بیارد. پهلوان 23 ساله دانیاگی البته اشتراکش در مسابقه های مختلف خیلی زیاد است و او نسبت به ابوبکر اکوبیر تجربه بسیارتر هم دارد، ولی اینجا باید ابوبکر اکوبیر اثبات کند که او پهلوان تصادفی نیست. او البته با تیاری جدی روی گلیم آمده است، ولی نه، اینجا از تجربه خود استفاده برد این پهلوان دانیاگی و وزری را به دست آورد. همکنون اصول نگاه داشتن در زمین را استفاده برد که متاسفانه در این دوره رقابت ها پیروز آمد. متاسفانه دوستان عزیز سرآغاز ابوبکر اکوبیر واقعا خوب شروع کرد، وزری را صاحب شد و بعدا چون گفتیم همان تجربه داشتهش توانست که این پهلوان دانیاگی را کمک کند و قبلا وزری را به دست آورد و اصول اسایکامی استفاده برده ایپان گردید. خب ابوبکر اکوبیر باشد از ادامه رقابت ها محروم میگردد.